خب با سلام خدمت تمام عزیزان هستیم با قسمت بعدی در ولوم آکومولاسیون. زیر لو ولوم روز قبل ما فقط به دنبال شورت ترید هستیم، میریم ستاپ ها رو که معرفی کنیم. تمام نکته ها رو بنویسیم بعد از تمام استراتژی ها که یاد گرفتین که اولوش 4 تا 5 ماه طول میکشه. بعد وبینار میذاریم در موردشون صحبت میکنیم، بعد میریم در مورد ستاپ در 5 دقیقه، تایید در 1 دقیقه، ترند در 1 دقیقه با هم دیگه کار کنیم. خب کفه روز قبل، های ولوم روز قبل میبینین که مارکت علاقه نداشت، فریش اومد زیرش و زیرش شروع به رنج کرد. شما اینجا به دنبال شورت ترید هستین. این رو من دیروز مثال زدم که نگاه کنین مارکت در اینجا اومد و پایین اکسپت شد و ولوم اومد. در کجا؟ در قسمت 70% که دیروز اکسپت شده بود و در الان شما در این رنج انتظار نمیکشی مارکت بیاد این نقطه رو بزنه، سقف روز رو بزنه که شما بخواین ترید کنین. در این نقطه شما زیر این نقطه دیگه سلر هستین و نیاز نیست مارکت این بالا رو بزنه. حجم به های حجم نگاه کنین. شما اینجا انتظار برای شورت ترید که میبینید که دقیقاً درست جواب داد. خب حالا یه مسئله را من اینجا بهتون اضافه کنم که فقط بدونین دقیقاً خوب پاتون رو ببینین کجا میذارین. فکر کنین که بازار رو لو ولوم بوده و شما خواستین اینجا شورت کنین و مارکت ببینین به سمت بالا حرکت کرد. این که ما بدونیم که کانتکست با بودن حجم ها عوض میشه، نه با توهمات خطای ترند و ایچیموکو نمیدونم مووینگ اوریج و اینجور داستان ها. خب میریم برای بعد نمونه. خب با داشتن تمام این استراتژی در کنار هم، شما وقتی بهش عادت کنین جزئی از وجود شما بشه، شما میتونین به راحتی این مارکت باقی و پول در بیارین. خب زیر لو ولوم مارکت به سمت پایین نگهداری. نگاه کنید هم کاندکس روزش شورت شد هم زیرش ولوم اومد. شما اینجا به دنبال شورت دوباره میبینین. حالا چه اتفاقی میتونه اینجا بیفته؟ شما استراتژی کف روز قبل رو داشتید، مارکت که میره زیرش دوباره بالا میاد داخلش، کانتکست عوض میشه که نگاه کنین در این نقطه کانتکست عوض شده. شما به دنبال یک نقطه لوکیشن برای ورود هستید که از اینجا هم بگیرین. خب این رو که شما تونستین بگیرین این قسمت رو، بذار من یک حالت کلی به شما بگم که زیر این لو ولوم شورت بودین. حالا استراتژی روز رو هم بلد بودین، یعنی تمام استراتژی در کنار هم گذاشتیم. میدونی کانتکست در لحظه وقتی اولین کف خودش رو میزنه در این نقطه شما شورت هستین و اینجا فقط به دنبال شورت هستین، ولی 70% هم باز به شما داره میگه شما شورت هستید. پیوت هم باز به شما داره میگه شورت هستین. بعد شورت، رنج بعدی زیر کف بعدی دوباره شورت، رنج بعدی زیر کف بعدی دوباره شورت. این طبق کانتکست روز هستش که میبینین تمام این شورت ادامه داره. بعدی میبینی که بالا اومده، قسمت رو توجه میکنین و بعد میرسیم به کف روز قبل. کف روز قبل رو اومده داخل. شما در اینجا دیگه کانتکست عوض شده، شما بایر هستید با داشتن
این استراتژی ها شما میتونین توی مارکت به راحتی موفق بشید. خب بریم در این قسمت ولوم در ولوم اکومولاسیون زیر لو ولوم شما خوب نگاه کنید به این نقطه که موقعی که از اینجا خواست برگرده این نقطه رو نگه داشتم مارکت و چه اتفاق افتاد؟ شورت. میریم بعدی. اینجا باید قیمت رو نگه دارن. برای این مثال شما اومدی اینجا ورود کردی این زیر، شما ورود کردی استاپ بدین بالا، اینجا فکر کن که شما استاپ شدید، دوباره ورود زیر این نقطه نگه داشتن شورت، یعنی جای استاپ خوردین که شما تونستین چند برابرش رو به دست بیارین و دوباره رنج بعدی میدونین که زیر این کف شما 100% سلر هستین، کف خودش رنجی که درست کرده. دوباره در این قسمت روی لبه ولوم خوب نگاه کنین، یه شورت، دو شورت که شما 3 بار موفق و 1 بار استاپ خوردید، البته 4 بار موفق 1 بار استاپ خوردید. خب در ولوم اکومولاسیون این زیر شما سلر هستید و یک روز خوبه دیگه. دوباره اینجا که دیگه 100% سلر هستید، میریم نمونه بعدی. در ولوم اکومولاسیون زیر لو ولوم، حالا کفش هم هست، شما این زیر سلر هستید که مارکت خیلی هم زیبا عمل کرد. خب نمونه بعدی، یعنی هر روز رو داریم میریم و این اتفاق داره میفته، در هر روز این اتفاق داره میفته. برای مثال زیر لو ولوم که نگاه میکنین شورت شورت، داخلش بیاد مارکت روند عوض میکنه. نگاه کنین هم کف روز قبل بود هم لو ولوم بود. وقتی داخلش اومد میبینین که مارکت به سمت بالا حرکت کرد. دوباره این قسمت رو نگاه کنین، های ولوم، دوباره شورت که اینجا میبینین که مثال زدیم. و الان شما با داشتن 6 7 استراتژی 8 استراتژی کلی جلو هستیم و میدونین دقیقا پاتون رو کجا داریم میذاریم و منتظر چی باید بمونیم، واسه اون صبر کردن رو یاد میگیرید. برای مثال این های ولوم و این قسمت جایی که اکسپت نشده، بیشترین حجم قیمتی قیمت رو به سمت پایین آورد، زیرش رنج و شورت. دقیقا ببینین که چقدر به شما میتونه ترید های درستی بده. این رازها رو فقط دارین از من میشنوین که در هیچ ولوم تریدینگی در اروپا در آمریکا دارن آموزش میدن، این رو یا نمیدونن یا نمیگن، ولی به شما میگن هر این نقطه حجم است شما میتونید ورود کنید. که دقیقاً راهای ولوم اکسپت نشد، اومد پایین، کف روز خودش رو زد، رنج، شما اینجا 100% سلر هستین.
100%. اگه اینو بدونین میده در راستاش ترید کنید. دوباره ببینین هر روز این اتفاق داره میفته. من نمیرم یک ماه رو براتون بیارم، هر روز قبلش رو داریم میریم که از اون استراتژی هایی که به شما یاد دادم چند تاش در اون روز اتفاق افتاده. دوباره های ولوم نگاه کنین، شورت، دوباره برگشت شورت، دوباره برمیگردیم چی؟ در ولوم آکومولاسیون زیر لو ولوم روز قبل، دوباره شورت، بالای های باشه نگاه کنین لانگ. بس الان دیگه میبینین که ویدیو قبلی در مورد های ولوم بوده، ویدیو زیر لو ولوم. خب اینجا رو میبینین، شما میدونین که بالای های ولوم آکومولاسیون بشه، شما به دنبال بای هستین. اینجا سقف روز قبل میبینین، سقف روز قبل رو خورد اومد داخل، کف اول خودش هم زد، اینجا 100% ما شورت شدیم، والا پرایس اکسپت نشد. اینجاها ما به دنبال شورت ترید هستیم و دوباره میبینید که کف بعدی که زد زیرش نگه داشت، دوباره اینجا ولوم اومد شورت هستیم. دوباره میبینید که داخل این قسمت اومد و ولوم آکومولیشن، یعنی کوه داریم، نگهداری قیمت، دوباره شورت، دوباره ولوم آکومولاسیون، دوباره شورت. نگاه خیلی دنبال ریورس برای بالا اومدنش هستن. نگاه کنین این سینگل پیرید انداخت، اینجا ولوم اومد. خب نگاه کنین در اینجا شما ورود، همه منتظر هستن اینجا بگیرن ولی بازار اونجا نمیاد و بعد از اون دوباره ریزش، دوباره ولوم دیگه. ببینین حالا کف روز قبل خب شکسته شد، داخلش زیرش ولوم اومد، دوباره شما همینجوری این سلر هستین و همچنان این کف ببینین اگه داخل بیاد دوباره کدس عوض میشه، دوباره پایینش حجم اومد در مسیر ولوم، شما سلر هستین. خب اینم که نمونه هاشو دیگه به شما نشون دادم. تا ویدیوی بعدی که در مورد آنالیز روز صحبت میکنیم و در مورد ولوم پروفایل و شما تا به الان استراتژی های قلق روز قبل رو همه رو یاد گرفتیم، میریم در مورد استراتژی های روز صحبت کنیم که به چه نکته‌هایی باید توجه کنیم. بعد از اون در مورد کلاستا، استک، بیگ ترید و اسمارت تاپ در مورد این ها میایم صحبتی انجام میدیم. در مورد ولوم هفتگی رو ماهیانه اینا هم صحبت میشه. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.